دوستان و علاقمندان عزیز برنامه 30 درس از 30 روز رمضان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم که همه شما جور خوش و صحتمند و سرحال باشین و منتظر برنامه خودتان باشین. دوستان عزیز، در روز پنجم ماه مبارک رمضان با درس پنجمین در خدمت شما دوستا هستیم و در این درس انواع روزه و اقسام مردم خدمتتان بیان میکنیم. روزه تقریبا ما روزه فرضی داریم، روزه نفلی داریم، روزه مکروه داریم و روزه حرام داریم. 4 قسم روزه داریم. روزه های فرضی روزه هایی است که یک انسان مسلمان بالایش گرفتن از این روزه ها فرض است، فرض عین است که خودش باید چی کنه؟ روزه بگیره. روزه های فرضی اول که روزه که بالای مسلمان ها فرض عین است، روزه ماه مبارک رمضان است. کتب علیکم الصیام شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان روزه در این ماه بالای هر مسلمان فرض است. مسلمانی که عاقل باشه، بالغ باشه، بالای از این روزه فرض است. دوم روزی که بالای انسان فرض و واجب گفته میشه، چون اصطلاح فرض یا واجب تنها از نگاه اعتقادی فرق میکنه، لکن از نگاه عملی بعضی روزه فرضی میگن یا واجب میگن. روزه است که یک کسی بالای خود نظر کرده باشه. مثلا شما نظر کردین که من اگر اینی کارم شد من 3 روز روزه میگیرم، پس بالایتان واجب شده، فرض شده. اما روزه را که تعیین کردین باید امو روزه بگیرین. یا کس نظر میکنه که اگر بچه‌م از سفر به من 10 روز روزه میگیرم، خب این روزه چی میگن؟ نظری میگن. پس هم بالای انسان فرض است. سوم روزه که بالای انسان فرض است که او را باید بگیرین، روزه قضای رمضان است. مثلا شما یا مسافر بودین یا مریض بودین، یا یک خانم است، یک خواهر ما حمل داشته، روزه گرفته نتونسته، یا طفل خودش شیر میداده به خاطر که طفلش برش مشکل پیدا نشه روزه نگرفته، یعنی از رخصت های الهی استفاده کرده. یک نفر گرده درد است، دکتر برش گفته که در رمضان روزه گرفته نمیتونی، باید 1 ساعت بعد 1 گلاس آب بنوشه. پس این رخصت های الهی است که از این رخصت های استفاده کرده، بنابراین بعد از رمضان باز میتونه که هر وقتی که توانست اینی، یا یک خواهر که مثلا در عادت ماهوار باشه، یا یک خواهر که مثلا طفل به دنیا آورده، در این صورت اینی روزه ها چی هستن؟ قضایی از این روزه ها هم بالای انسان فرض است. 4می قسم از روزه ها روزه کفاره هست. مثلا بالای یک نفر 2 ماه روزه چی شده؟ فرض شده. در ماه رمضان قصدن روزه را خورده، باز این سرش کفاره میشه. شما کفارات باز میشه سرش بحث شده. پس این روزه ها هم بالای انسان چی است؟ فرض است که این روزه را باید بگیره. قسم دوم روزه های نفلی هست. روزه های نفلی کدام روزه ها را میگن؟ روزه های نفلی تقریبا چند روزی هست که این خدمت شما تشریح میکنم که بالای کس فرض نیست، واجب نیست، لکن سنت و مستحب است که انسان در این وقتا چی کنه؟ روزه بگیره. اول از روزه های نفلی روزه 1 روز بعد است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما میگه که صم یوما او و افطر یوما، یعنی او میخواست که دوامدار روزه بگیره. عبدالله رسول الله صلی الله علیه و سلم برش گفت که صم یوما و افطر یوما، 1 روز روزه بگی و 1 روز دیگه افطار بکن. یعنی اجازه نیست که متواتر مثلا طول سال کلش روزه بگیری. و ذلك صیام داوود و هو اعدل الصیام. حدیث صحیح بخاری هست. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این صحابی مبارک میگه که 1 روز روزه بگی و 1 روز دیگه افطار بکن. و این روزه داوود علیه السلام است و یک بسیار خوب عادلانه هست. دوم قسم روزه های نفلی
روزه گرفتن ایام بید است. ایام بید 13 14 و 15 13 14 و 15 ماهای قمری را میگن. اگر کس مثلا میخواد تقوا بکنه و روزه بگیره، پس روزه گرفتن 3 روز در هر ماه، ایام بید یعنی 13 و 14 و 15 ماهای قمری، چون ماه اسلامیک است، سال اسلامی و ماه اسلامیک است، همون سال هجری قمری هست، پس اینه روزه میگیره. در یک حدیث صحیح البخاری هست، حدیث متفق علیه است که صحیح بخاری و صحیح مسلم اردوشان روایت کردن. چی میگه؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگه که دوستم، یعنی منظورش دوستش کی است؟ یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه مرا به انجام دادن 3 چیز سفارش کرد. گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو هریره رضی الله تعالی عنه وصیت میکنه که 3 کار بکن. 3 روز روزه گرفتن در هر ماه، یعنی کوشش کو. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابو هریره رضی الله تعالی عنه وصیت میکنه که در هر ماه 3 روز روزه بگیر. پس وقتی که بر یک صحابی رسول الله صلی الله علیه و وصیت میکنن، در حقیقت بر کل ما و شما یک توصیه یا وصیت است که در هر ماه 3 روز روزه بگیریم. 2 رکعت نماز چاشت، 2 رکعت نماز چاشت یا ضحی. یعنی برای من میگه دوستم وصیت کرد، وصیت دومی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو هریره رضی الله تعالی عنه چی بود که چی کنه؟ در هر ماه 3 روز روزه بگیره و 2 رکعت نماز ضحی را بخونه. نماز ضحی چه وقت است؟ ما و شما نمازهای نفلی که اشراق داریم که یک نفر مثلا باز نماز صبح تا طلوع آفتاب میشینه در جای خود و تلاوت قرآن میکنه و تسبیحات یارا میخونه، باز 2 رکعت نماز میخونه، او رو اشراق میگن. یعنی آفتاب نو از مشرق مثلا چی میشه؟ طلوع میکنه. و یکی نماز ضحی هست که نماز ضحی دیگه تقریبا در بین 9 تا 10 بجه، 2 نیم بجه، در این وقتا ایره نماز چی میگن؟ ایره نماز ضحی میگن. میگه دوست برای من ایره هم توصیه کرد که ایره میخوان. سومی توصیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای از صحابی مبارک چی بود که توصیه برای ما و شما هم است، یعنی سنت ها را بیان میکنه. میگه پیش از خوابیدن نماز وتر بخوانه. یعنی نماز فرض خفتن تا وقت خواندین، سنت تا نخواندین، نماز وتر تا چی کنین؟ تأخیر کنین. هر وقتی که خواب میکنین قبل از خوابیدن چی کنین؟ نماز وتر بخوانین. و کس میتونه به تهجد بخیزه، باز بعد از تهجد بخوانه. اگر تهجد خواندن نمیتونین یا میگین که من شب اگر وتر نخوانم خوابم نبره، پس چی میکنین؟ نماز وتر تا باید چی کنین؟ قبل از خواب کردن وتر بخوانین که بعد از نماز وتر آدم باید گپ نزنه و قصه نکنه. آخری سخنهای انسان چی باشه؟ نماز وتر باشه. و این هم حدیث متفق علیه است که امام بخاری و امام مسلم این روایت کردن. دیگه از روزه های نفلی چی است؟ روزه گرفتن دوشنبه و پنجشنبه هست. در دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتن هم حدیث است که ذالک یوم، یعنی روز دوشنبه روز رسول الله صلی تولد شده و یوم بعثتو، میگه دمی روز ما مبعوث شدم، او انزل علی فیه، یا بالا مثلا امو آیت نازل شد، نخستین آیت. به هر صورت روز دوشنبه و روز پنجشنبه روزه گرفتن این هم سنت است. این حالا یک انسان مسلمان چی کنه؟ یک انسان مسلمان سعی و تلاش داشته باشه که این سنت ها را انجام بده. یعنی روز دوشنبه و پنجشنبه در هر هفته هست و تنها دوشنبه هم نیست، پنجشنبه هم است. بنان اگر کس میخواد که روزه بگیره، روزه دوشنبه و پنجشنبه هم در جمله روزه های سنن و یا نوافل است که انسان مسلمان این روزه ها را میگیره. چهارمی روزه که بالای انسان مسلمان یا رسول الله صلی الله علیه و آله روزه گرفته، روزه ماه شعبان است. قبل از رمضان، پیش از ماه مبارک رمضان، این ماه شعبان میگن. در ماه شعبان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه من رسول الله صلی الله علیه و آله ندیدم که در هیچ ماه به اندازه شعبان روزه بگیره، یعنی در روزه های نفلی. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در هر ماه روزه میگرفت، لکن زیاد که روزه میگرفت روزه نفلی را در شعبان میگرفت. دیگه روزه که از جمله روزه های سنت هست، روزه هایی که روزهایش مشخص است،
نفلی خودم هر وقت گرفتم میتونم، روزه هایی که سنت است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما آمده هست. 6 روز روزه در ماه شوال است. چرا؟ ماه شوال کدام ماه هست؟ ماهی که بعد از رمضان میه، شعبان میه، باز رمضان میه، باز شوال میه. و ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه که میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. حدیث صحیح مسلم است. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اگر کس ماه مبارک رمضان روزه بگیره و بعد از او 6 روز دیگه هم در شوال بگیره، ما عید ما و شما میگیم ماه عید رمضان که میگیم دمین ماه عید بغیر از روز عید دیگه طبعا، اگر مثلا 6 روز دمین ماه میگیره، چی در اولش میگیره، چی در وسطش میگیره، چی در آخرش میگیره، چی مثلا یک 2 روز شده دهه اولش میگیره، 2 روز شده دهه دوم، 2 روز شده دهه، مقصد دمین 6 روزه در یک ماه پوره میکنه دیگه. اینجا چی میگه؟ میگه که مثل چی است؟ کان کصیام الدهر، میگه مثل عزیز که ای امین مکمل چی کرده؟ مثل تمام سال روزه گرفته باشه. چی معنا میتیره؟ سکرین قاعده شطور است که مثلا یک انسان مسلمان وقتی که یک عمل نیک میکنه الله برش 10 چند ثوابش میده. اینال یک نفر ماه مبارک رمضان روزه گرفت، پس چی شد؟ مثل که 10 ماه روزه گرفته باشه. 2 ماه دیگه ماند و 6 روز از شوال میگیره، اینال 6 ده 60 میشه. اگر هر روزش 10 ثواب داشته باشه که داره، 6 ده 60، پس 60 شد، 60 روز 2 ماه میشه. پس شما ماه مبارک رمضان روزه گرفتین مثل که 10 ماه روزه گرفته باشین و 6 روز شوال گرفتین مثل که چی شوه؟ مثل که 6 روز 6 سر به 10 60 روز روزه گرفتین. بنابراین اینجا چی میشه؟ اینجا مکمل سال چی در روزه محاسبه میشه. دیگه از جمله روزه های نفلی 9 روز ذوالحجه هست. ماه ذوالحجه را که روز نومش عرفه هست. پس ولیال 10 شبهای 10 گانه که عبادت است. روزه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم که چی میشه؟ که نومش عرفه میه، باز روز عرفه میه. اینی روزه ها کسی است روزه گرفتنش چی است برای ما و شما چی است؟ این هم سنت است. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که ما امیدوار هستم که خود روزه عرفه، یعنی بغیر از حاجی نه، برای حاجی نه، برای کسی که حاجی در حج نیست، بعضی کسایی که در مراسم حج فرضی هستن برای از اونها این روزه نیست، لکن روزه برای کی است؟ برای کسایی که در مراسم حج نیستن. پس اگر رسول الله میگه که اگر کسی چی میگه که روز عرفه امیدوار هستم که چی شود؟ گناهان کفاره گناهان سال گذشته و آینده الله قرار بده. یعنی رسول الله میگه ما امیدوار هستم که اگر کس روز عرفه را میگیره الله سبحانه و تعالی برش کفاره گناهان چی شود؟ 1 سال قبلش و 1 سال بعدش شود روز عرفه. بنابراین تنها روز عرفه هم روزه گرفتنش سنت است و امین 9 روز از اول تا روز عرفه ای هم روزه گرفتن چی است؟ سنت است. اگر کس خواسته باشه روزه بگیره، از جمله روزه هایی است که رسول الله صلی الله علیه و آله فضایلش بیان کرده. دیگر روزی که رسول الله صلی الله علیه و زیاد روزه میگرفتن و فضیلتش بیان کردن ماه محرم است. در ماه محرم که اولین ماه سال هجری قمری هست، افضل الصیام، حدیث صحیح مسلم است، میگه افضل رسول الله میگه که افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. بهترین روزه بعد از ماه مبارک رمضان کدام روزه هست؟ روزه ماه محرم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایره بیان کردن. دیگه از جمله روزه های نفلی روزه 9 یا تاسوعا و 10 یعنی عاشورا، روزی عاشورا هست. یعنی در ماه محرم 10 محرم الحرام ایره عاشورا میگه که از کلمه عشرت 10 گرفته شده، یعنی روز دوم.
و روزه گرفتن از این هم است و روزه تاسوعا هم است. رسول اکرم صلی الله علیه و وقتی به مدینه منوره میبینه که یهودی‌ها روز عاشورا روزه میگیره، پرسان میکنه چرا یا روزه میگیره؟ میگه به خاطر از اینکه در روز موسی علیه السلام الله نجات داده. دیگه باز رسول الله صلی الله علیه و میگه که ما مستحق‌تر هستیم که این روزه چی کنیم؟ روزه بگیریم. و باز به خاطر مخالفت با یهود باز میگه شما روز نهم هم چی کنیم؟ روزه بگیریم. دیگه چی هستم؟ در حدیث صحیح مسلم است که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که قبل از این که سال بعد، یعنی رسول الله هم گفت که اگر من سال آینده زنده باشم، سال عاشورا رو روزه گفتن سال آینده اگر من زنده باشم من چی میکنم؟ تاسوعا یعنی روز نهمش هم روزه میگیرم. و در اینجا چی شد که میگه باز رسول الله صلی الله علیه و آله سال آینده وفات کرد، یعنی سنتش برای ما شما مانده. روزه نهمی در پایان هر ماه قمری سنت است، یعنی در ختم هر ماه قمری انسان چی کنه که هیچ ماه بدون روزه نباشه، حتی ماه شعبان به جز روزه شک. بغیر از روز شک دیگر روزا که است انسان میتونه که در ماه شعبان هم یعنی داخل چی کنه؟ روزه بگیره. مثلا در حدیث شریف است، حدیث متفق علیه است که رسول الله صلی الله علیه و آله یا ابا فلان اما صمت سرر هذا الشهر، آخر از این ماه روزه نگرفتی، یعنی انسان اگر بتونه آخرای ماه ها را روزه بگیره که هیچ ماهش بدون روزه تیر نشه، این هم سنت است. دیگه روزه گرفتن یک روز یا بیشتر از آن به هنگام جهاد در راه الله سبحانه و تعالی، یعنی رسول الله چی میگه؟ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله، هیچ کس نیست که یک روز وقتی که در میدان جهاد است و این روزه میگیره الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، یعنی اگر کسی در میدان یا در صف جهاد است و در اونجا روزه میگیره، دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که چی میشه؟ باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفا، الله 70 خریف چی میشه؟ یعنی امو یا 70 سال چهره از رو از دوزخ دور میکنه که یک مجاهد در میدان جهاد روزه میگیره. روزه نفلی متفق علیه، حدیث متفق علیه است. خب این شد روزه های نفلی و روزه های سنت. روزه های مکروه کدام روزه هاست؟ روزه های مکروه اول روزه گرفتن روز جمعه به تنهایی، یعنی یک نفر روز جمعه روزه میگیره، اما اگر کس پنجشنبه را میگیره باز جمعه را هم امرایش میگیره پروا نداره، اما تنها روز جمعه. لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله او بعده. رسول اکرم صلی چی میگه؟ روزه نگیره یکی از شما روز جمعه را مگر که روزه بگیره یک روز قبلشه یا یک روز بعدشه. یعنی یک نفر پنجشنبه و جمعه را میگیره پروا نداره، یا جمعه را که شنبه میگیره پروا نداره، اما تنها روز جمعه را تخصیص دادن بر روزه اینی درست نیست. دوم قسم روزه که درست نیست او چی است؟ اختصاص روز شنبه به گرفتن روزه است. مثلا یک نفر تنها روز شنبه را چی میکنه؟ روزه میگیره، به خاطر که روز شنبه اکثرا روز مقدس پیش یهودیا هست و اونا روزه میگیرن و عبادات یپا میکنن، از خاطر به خاطر مشابهت با یهود باید این کار نشه. دیگه روزی که مکروه هست روزه حاجی در روز عرفه هست، یعنی حاجی حق نداره که در روز عرفه که خودش فعلا در حج است. ما و شما خاصا است که یک نفر حج رفت او تا آخر عمر حاجی میگیم، اما از دیگه شرعی حاجی کسی گفته میشه که خودش بالفعل در مراسم چی باشه؟ حج باشه. مثل که یک نفر نماز خوان زوادی که نماز میخونه در نماز خوان از نماز که برآمد باز رو نمیگی در نماز است. حاجی هم همین قسم است، یعنی اینجا منظورش چی است که کسی که در مراسم حج است او حاجی هست، بر از او روزه گرفتن در روز عرفه در سایه عرفاتی مکروه است، روزه باید نگیره. دیگر روزی شک است که روز 30 ماه شعبان است، این هم مکروه است، اجازه نیست که یک نفر چی کنه؟ روز شک روزه بگیره. پنجم قسم روزه گرفتن وصال است. روزی وصال چی را میگن؟ که روزدار بعد از غروب آفتاب هم قرار شیشه دیگه افطار نمیکنه. این روزه این مکروه است، نادرست است، ناجایز است که امر الله میشه و تو هنوز بعد از او هم روزه میگیری و باز دوامدار میگی نیست من چی هستم؟ نه. یا مثلا روزه میگیره، این روز هم روزه گرفت بازی افطار نمیگن، با صبام روزه میگیره، این روزه وصال میگن که امروز 2 روز روزه میگیره یا 3 روز روزه میگیره.
این روزه مکروه هست، درست است از دیدگاه شریعت اسلامی. و ششمین روزه گرفتن همه روزهای سال، یعنی یک نفر میگه من در طول سال کلش روزه میگیرم، این درست نیست. بس ما حق نداریم که متواتر روزه بگیریم، به خاطر از اینکه انسان مسلمان وظایف دیگه هم داره که باید بکنن و انجام بده. دیگه قسم دیگه روزه های حرام است. روزه های حرام کدام روزه رو میگه؟ روزهایی که روزه گرفتنش بالای یک مسلمان حرام است، اجازه نیست که روزه بگیره. یکی روز عید است، عید قربان یا عید رمضان کس روزه میگیره، این روز حرام است روزه گرفتن در این روزا. و دیگه کدام چیزا حرام است؟ روزه گرفتن در ایام عدت حیض و نفاس، یعنی برای خانمی که حایضه هست و برای خانمی که نفاسه هست. حایضه خانمی که عادت ماهوار داره و نفاسه خانمی که مثلا طفل تولد کرده، بناهن بر از اینا روزه گرفتن حرام می باشه. خب مردم در روزه چند قسم هستن؟ تقریبا چند قسم هستن. قسم اول مردم های کافر و مشرک هستن که بالای کافر و بالای مشرک اصلا روزه هیچ فرض نیست. قسم دوم مسلمان عاقل بالغ مقیم و صحتمند است. پس یک نفر هم مسلمان است و هم عاقل است و هم بالغ است و هم مقیم است و هم صحتمند است. این 5 چیز داره، بالای از روزه چی است؟ فرض است که باید روزه بگیره. قسم سوم مسلمان خردسال است، یعنی طفلکای خرد هستن که هنوز به سن بلوغ نرسیدن. بالای از اونا روزه فرض نیست، ولی اگه طفلکایی که 9 ساله و 10 ساله و 11 ساله هستن و بالغ نشدن، آهسته آهسته به خاطر عادت گرفتن روزه میگیرن، روزشان میشه، اما بالای اطفال خرد روزه فرض نیست. قسم چهارم مسلمان است که دیوانه شده، یعنی مسلمان است ولی دیوانه است، بالای از هم روزه فرض نیست. قسم پنجم کسی که از گرفتن روزه عاجز شده و یا سبب مریضی و یا هم به سبب بزرگی سال به شکل دوامدار نمیتونه روزه بگیره، مثلا شیخ فانی میگن. پس اینال او کسی که روزه گرفته نمیتونه شیخ فانی هست، اینال بالای از او هم روزه نیست، اما باز فدیه میته. یا کسی هست که دکتر برای عمری گفتش که مثلا تو تکلیفی داری که هیچ روزه گرفته نمیتونی، که اگر روزه بگیری تو رو هلاک میکنه. دکتر با تقوا و مسلمان باشه، وقتی این توصیه رو میکنه، باز این انسان هم میتونه روزه خدا بخوره و در مقابلش فدیه بپردازه. قسم ششم مسلمان مریض موقت است. مریض موقت چیه است؟ کسی است که مثلا در ماه مبارک رمضان مثلا 5 روز یا 10 روز مریض میشه، مثلا مریض میشه که برش روزه گرفتن ضرر داره و به سبب هلاکت از او میشه. از این خاطر این رخصت های الهی است، من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام آخر. پس این مریضی که مریض موقت است، بازی چی است؟ الله سبحانه تعالی میگه که ولا تقتلوا انفسکم. بعضی کسا یک نفر گرده خدا محکم گرفته، آخ گرده درد است، دکتر بهش گفته نه مثلا روزه میگیرم، اینی خو الله میگه ولا تقتلوا انفسکم. و دیگه میگه که حدیث امام احمد و ابن حبان و ابن خزیمه یا روایت میکنن، به هر صورت که چیست الله از رخصتی که برش داده شده خوش داره که یک نفر از رخصت های الهی استفاده کنه. مثلا یک نفر مریض است نمیتونه روزه بگیره، خلاص این باز بالایش روزه حتمی نیست که باید بگیره، میتونه روزه خدا بخوره. دیگه قسم هفتم مسلمان مسافر است که برای مسافر و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر میتونه که روزه های دیگه بگیره. دیگه قسم هشتم زنانی هستن که در عادت ماهوار و یا طفل را یا در حالت ولادت طفل هستن، بالای از اینا هم روزه چی هست؟ روزه نیست و اینا میتونن روزه خدا بخورن و چی کنن؟ خانم های مریض و اینا. قسم دیگه مسلمان عاقل بالغ مقیم صحتمند است ولی روزه نمیگیره. این انسانی که عاقل و بالغ و صحتمند همه صفات داره روزه نمیگیره، بالای از روزه فرض است و اگر ای که روزه را میخوره بالای از 2 ماه کفاره هست، این جزایش است. خب قسم دهم مسلمان عاقل بالغ مقیم صحتمند است، روزه هم گرفته ولی در جریان روز آب و یا خوراک را قصدن میخوره، ولو که یک نیم گلاس یک قطره آب هم یا نیم گلاس آب یا یک لقمه نان قصدن میخوره، بالا از این هم چی است؟ چی است؟ اینی شخص بالایش چی میه؟ 2 ماه کفاره میه. قسم 11 هم مسلمان عاقل بالغ مقیم و صحتمند است ولی روزه را فراموش کرده، پس بالای از هیچ چیز نیست. این میمان الله هست. یک نفر روزه داره
نیتش روزه خوری نیست، لکن یک دفعه فراموش است غذا میخوره، خب یک اورینا نمیخوره، یادم او ولی من روزه بودم. بالای از هیچ چیز نیست. قسم 12 مسلمان عاقل بالغ مقیم و صحتمند است، روزه گرفته ولی اشتباه کرده. باز ایره چی میگن؟ یکی نسیان است که مثلا یک نفر روزه رو بخی، یکی نسیان است که یک نفر روزه رو بخی فراموش کرده، یکی خطا هست که روزه به یادش است لکن نبادی وضو یک دفعه دانش او میره، یا مثلا خطا کرده میگه او هنوز صبح نشده وقت است غذا میخوره، پس حال میگه برادر وقت آذان گفته شد صبح شد، یا مثلا شامکی هنوز شام نشده این فکر میکنه که آذان شده میخوره، باز سر از امون روزه باید روزه بگیره. این خطاکار میگن. پس فرق از بین فراموشی و بین اشتباهی که مثلا این خطاکار یعنی کسی اشتباهاً خورده و یکی کسی که سهواً خورده. کسی که سهواً میخوره که هیچ روزه فراموش شده سر از این چیز است، اما کسی که اشتباه میکنه باز بالای از اون روزه باید چی کنه؟ روزه بگیره. و قسم 13 مسلمان عاقل بالغ و مقیم لکن این خانم حامله هست یا طفل خود شیر میده که برای هم اجازه هست که در ماه مبارک رمضان چی کنه؟ در ماه مبارک رمضان روزه نگیره و به عوض از او میتونه که این خانم که طفل خود شیر میده یا حامله هست باز روزه خود بخوره، در حکم مریض است و باز میتونه بعد از روزه خود انشالله قضایی بگیره. دوستان عزیز و گران قدری بود برنامه امروزی 30 درس در 30 روز رمضان. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما دوستان عزیزان قرار میگیریم، شما را به خالق با عظمت میسپاریم. روز خوش داشته باشین. الله روزهایتون از همه ما و شما را قبول بکنه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.